به نام رزاق با آموزش درآمد دلاری در بحران خوش اومدین. همونطور که می‌بینید کشور ما درگیر بحران جنگ و بحران‌های اقتصادی خیلی بزرگ شده. پیش از این ما 4 ماه پیش تقریبا اومدیم برای شما این دوره درآمد دلاری در بحران رو برگزار کردیم. یه سری از افراد شرکت کردن، استفاده کردن و تونستن در زمان جنگ که بیشتر کسب و کارها خوابیده بود بتونن یک درآمد دلاری معقول داشته باشن. تنها کاری که دست ما تو این بحران‌ها برمیاد اینه که اول اقتصاد خودمون و خانواده‌مون رو حفظ کنیم که آسیبی بهش وارد نشه. ما نمی‌خوایم تو این دوره شما رو میلیاردر و ثروتمند کنیم، همونطور که توی دوره قبلی این موضوع رو گفتیم. ما می‌خوایم یک درآمد معقول دلاری برای خودتون داشته باشین به دید کسب و کار، که یک کسب و کار بین‌المللی دارین و ازش هر ماه یک درآمد قابل قبولی دارین کسب می‌کنین. که چجوری باید این کسب و کار رو شکل بدیم، چه ارکانی داره این کسب و کار و اول همه باید چه ذهنیتی داشته باشین نسبت به این کسب و کار. و منی که دارم به شما میگم خودم چه کسب و کاری داشتم و چه کاری تا امروز انجام دادم. من رضا ناصری هستم. سال 2017 اولین $1 خودم از این بازار در آوردم و توی ما MQL اومدم اینو منتشر کردم که یک مرجع خیلی مهمه و از اون سال تا الان 8 سال گذشته. الان حساب پر ریسک من تقریبا 600% توی سود، فقط شاخص سهام آمریکا توش معامله میشه. لینک استیتمنت و برآیندش رو براتون تو کانال گذاشتم، همتون به صورت شفاف میتونید معاملات منو ببینید در 3 سال گذشته چه عملکردی توی این حساب داشتم. خب من حساب‌های دیگه‌ای هم دارم، حساب کم ریسک طلا دارم که تقریبا 100% توی سوده و لینکش هم برای شما گذاشتم. خیلی شفاف میتونید معاملات منو ببینید. چرا؟ چون که خیلی مهمه یک معامله‌گر جدای از اون خونه قشنگ و ماشین قشنگ و حرفای قشنگ باید به شما اصولی و منطقی یاد بده این کارو. ما نمیخوایم شما رو هیجانی بکنیم آره بیا با این روش ثروتمند میشی، با این روش تو هم میتونی موفق بشی. نه، معامله‌گری به این صورت نیست. معامله‌گری علم اقتصاد. 2 به اضافه 2 میشه 4. شما هم باید به صورت اصولی و منطقی این مسیر رو پیش برین تا بتونین یک درآمد معقول پایدار برای خودتون داشته باشید. اکثرا معامله‌گری به دید قمار میبینن که ما بیام یه پول گنده جمع کنیم و بذاریم و بریم، در صورتی که اینطور نیست. این بزرگترین مشکل تمام افرادیه که میان سمت این کسب و کار. همشون دوست دارن که میلیاردر بشن، همشون دوست دارن که پولدار بشن. یعنی هر کی اومده تو این کسب و کار بار خودشو بسته و پرش خریده، در صورتی که اینطور نیست. و این بزرگترین آفت شماست که در علم اقتصاد بهش میگن نظریه نتیجه مطلوب مورد نظر، که حتی براش یک فرمول هم دارن. اکثر ما با این دید میان که خیلی پول در بیاریم و تمام پول خودمون رو به باد میدیم. اول همه باید دیدگاه معقول داشته باشیم. آقا حقیقت این بازار اینه که شما نمیتونین بیشتر از 10% به صورت مستمر هر ماه سود کسب کنید. اینو بر خودتون جا بندازید. وقتی شما اینو بپذیرین تازه در مسیر اصولی این کسب و کار شروع میکنین به فعالیت کردن، تا اینکه بخواید 300% و 600% و 700% شما سود کنین. این سودها قابل کسب هست برای شما، اونم در ابتدای کار. شما باید اول یک سری اصول رو یاد بگیرین، یک سری منطقهای اقتصادی رو یاد بگیرین، سپس این توانایی به دست بیارین که بتونین از فرصتایی که اصلا بیشترین استفاده رو بکنین. ولی در این بحران ما نباید دنبال پولهای بزرگ باشیم، باید دنبال این باشیم که پولهای مطمئن به دست بیاریم، سودهای مطمئن کسب کنیم که پایدار باشه و بتونیم آخر هر ماه یک عایده‌ای داشته باشیم. اگه درگیر ریسک‌های بزرگ بشیم ممکنه 3 ماه هیچ درآمدی نداشته باشیم و حتی ضرر هم کرده باشیم و در این شرایط بحرانی ضرر خیلی بار سنگینی ایجاد میکنه. پس میخوایم در این دوره به صورت منسجم بیایم اصولی و از دید اقتصادی این کسب و کار رو بررسی کنیم، ارکان این کسب و کار رو بررسی کنیم و به شما بگیم از کجا شروع کنیم و به چه صورت پیش برین که بتونین یک درآمد معقول داشته باشین. مثل بقیه کسب و کارها معامله گری هم یک کسب و کاره. کی گفته هر کی اومده تو این کسب و کار پولدار شده؟ خب اینجوری همه کل دنیا باید میمدن معامله گر میشدن. پس دیگه کسی نمیرفت آرایشگاه بزنه، دیگه کسی نمیرفت دکتر بشه، همه میمدن معامله گری میکردن. پس این توهم هایی که به واسطه اون تبلیغات های گسترده‌ای که داره توی فضای مجازی انجام میشه رو بریزین دور.
اون فقط برای خالی کردن جیب شماست. شما باید با یک دید منطقی و اصولی و درست وارد این کار بشین. این اولین قدم و مهمترین قدمیه که شما برمی‌دارید. برای خود من 2 سال طول کشید تا از اون توهم خارج بشم که آقا این کاری نیست که شما رو میلیاردر بکنم یک شب ثروتمند بشین. همه ما این دیدگاه رو داریم. خب اینم دلیلش با گفتم که مشخصه، چون تمام حرفایی که ما توی فضای مجازی داریم میشنویم راجع به اینه که اون افراد معلوم الحاله که مشخصه چرا این افراد این حرفا رو میزنن، ولی ما نمیخوایم به شما حرفای قشنگ بزنیم. اتفاقا حرفای من خیلی تلخه و مشابه یک سیلی میتونه باشه که شما رو با واقعیت تلخ آشنا کنه. منم دوست دارم اون حرفای شیرین، اون گول شیرینی حرفایی که دارن توی فضای مجازی میزنن بخورم. آره فلان روش هست که هر کی این روش رو یاد بگیره دیگه بار خودش رو بسته، در صورتی که همچین روشی وجود نداره. اگه وجود داشت این مارکت 100 سال قدمت داره. خیلی ها هستن میلیاردها ثروت دارن، بانک‌های بزرگ دنیا تو این کسب و کار دارن کار میکنن. خب اونا میادن همشون این روش رو استفاده میکنن، همه تو این بازار سود میکردن. پس اینطور نیست. این بازار ضرر داره و اگر حواستون نباشه از مسیر نادرست برین در این بحران از چاله به چاه میافتیم. من باید این حقیقت ها رو همین اول کار به شما بگم که با دید باز وارد این کار بشین، چون ما چاره دیگه ای نداریم، چون کسب و کار دیگه ای نیست، مجبوریم این کار رو انجام بدیم. شاید 3 سال پیش این انتخاب بود که وارد بازار مالی بشیم یا نشیم، ولی الان دیگه انتخاب نیست، اجباره. ما مجبوریم چون کار دیگه ای در این شرایط وجود نداره و بیایم اصولی به این کار بپردازیم و اون درآمد معقول خودمون رو ثابت کنیم و هر ماه ازش پولی در بیاریم. این اولین قسمت از آموزش‌های ما بود که با من آشنا بشین، با عملکرد من به صورت شفاف آشنا بشین و اینکه چه ذهنیتی باید داشته باشین تو این کار و قدم‌هاتون رو روی زمین بردارین، نه در رویا و توهم. قدماتون رو محکم بردارین. اگه یه قدم تو این مارکت برداشتی، اگه یک مطلب یاد گرفتی، به تخصص شما اضافه شه، بر اساس یک تجربه واقعی باشه، نه حرفای قشنگ. حرفای قشنگ تو این بازار کاربردی ندارن. من آنچه را به شما میگویم که خودم تو این 8 سال تست کردم و انجام دادم. خیلی از مسیرها هست شما میخواین واردش بشین که ما تمام این مسیرها رو تو این 8 سال رفتم. تمام اون سبک‌ها، تمام اون تحلیل‌ها، تمام اون اخبار، تمام اون قشنگی‌ها و تبلیغات‌ها رو من رفتم تست کردم، ضررش رو دادم و تونستم امروز به این جایگاه برسم که بخوام معاملاتم رو شفاف به شما نشون بدم، بگم من 600% سود کردم. اون 600% پر ریسک بوده. ما 2 نوع افراد داریم توی این معاملات. کلا توی بازار مالی 2 سبک معامله وجود داره: افراد ریسک گریز و افراد ریسک پذیر. کلا با این 2 دسته شما میتونید پول در بیارین، خارج از این 2 دسته نیست، چون کلا کار معامله گری کار با ریسکه. شما فقط دارین با ریسک دست و پنجه نرم میکنین، چیز فیزیکی خرید و فروش نمی‌کنید، شما دارین ریسک رو خرید و فروش می‌کنید. پس تعامل شما با ریسک خیلی مهمه. پس ابتدای کار بدونین شما دارین وارد یک کاری میشین که تماما ریسکه و نحوه تعامل شما با این ریسکه که موفقیت و شکست شما رو مشخص میکنه. اول خودتون رو بشناسین، آیا ریسک پذیر هستین یا ریسک گریز هستین؟ افراد ریسک گریز دنبال معاملات مطمئنن و افراد ریسک پذیر دنبال معاملات بزرگ با ریسک های بزرگن که ما تو این شرایط اقتصادی میخوایم آموزش های ریسک گریزی رو به شما یاد بدیم. ریسک پذیری هم من جلوتر به شما قطعا یاد میدم، ولی در حال حاضر میخوام ریسک گریزی رو به شما یاد بدم، یعنی همون حساب طلای من که الان 100% تو سوده، تقریبا 7 ماه راه انداختم، یا حساب کپی ترید من که 145% پارسال سود داد. به شدت ریسک گریز بود چون نمیخواستم ضرری به افراد بدم و هر ماه یک سود حتی شده 3% رو هم داشتم و ضرر ندادم و میخوام این مسیر رو به شما یاد بدم طبق استراتژی خودم. استراتژی من اصلا تکنیکالی نیست، چون توی بازارهای مالی فقط چند تا چیز مهمه: 1 روانشناسی، 2 مدیریت مالی، 3 تازه میرسین به تحلیل تکنیکال و 4 تحلیل فاندامنتال. این 4 تا دانشه که معامله گری شما رو شکل میده و ما این 2 تا گزینه اول رو در مسائل ریسک گریزی و منطقی بخوایم پیش بریم ادامه میدیم. من به شما زیاد تحلیل تکنیکال یاد نمیدم. تحلیل تکنیکال نهایت شما رو به یک احتمال میرسونه که هیچ وقت احتمال 100% نیست، یا میشه یا نمیشه.
اگه شما تمام فوکوستو بذاری روی تحلیل تکنیکال همیشه درگیر این احتمالی، ولی شما مدیریت مالی داشته باشی و روانشناسی داشته باشی، بتونی خویشتن‌داری کنی و خودتو کنترل کنی، حتی اگه ندونی در بازار چه خبره، که نمیدونی و هیچ وقت هم نخواهی فهمید در بازار چه خبره و همیشه این شک و تردید برای شما پابرجاست و همین مسئله است که ما بهش میگیم ریسک. همین شک و تردید هست که ما بهش میگیم ریسک، همیشه هست و هیچ راه گریزی از ریسک نداره. 10 سالم توی این مارکت باشین، باز بخواین یک معامله باز کنین، درگیر ریسک میشین. من به شما یاد میدم چجوری با این ریسک روبرو بشین، چجوری این ریسک رو بپذیرین و چه عملکرد و پلن پاسخی برای این ریسک داشته باشین. بعد از اینکه ریسک رو شناختین، توی آموزش‌های بعدی تک تک این مسائل رو میام براتون باز میکنم. آموزش‌های روانشناسی که چطور اول خودشناسی برسین، خودتون رو بشناسین، چون هر کسی یک ذهنیت و یک گذشته‌ای داره. یک نفر وقتی دچار ریسک میشه تهاجمی تر میشه، معاملاتش رو بزرگتر میکنه. یه نفر وقتی دچار ریسک میشه فریز میشه و معاملاتش رو کوچیک‌تر میکنه. یه سری اصلا درگیر الگوهای فرار میشن که بهش میگن 3F: فایت، فلایت، فریز. این 3 تا دسته افراد هستن که در مقابل ریسک واکنش نشون میدن که تک تک این واکنش ها رو میان با هم دیگه باز میکنه و به شما میگم که کدوم از شما در کدوم دسته قرار میگیره و در اون دسته که قرار گرفت ما نمیبینیم تغییر بدیم، میایم براش یک پلن پاسخ قرار میدیم. اگه شما ریسک فرار میکنین، خب میام یک استراتژی مالی برای شما میچینیم متناسب با شما باشه. اگه شما اهل فایت کردن و مبارزه کردن با ریسک، برای شما هم یک استراتژی مخصوص میچینیم. ما یک راه حل رو به تمامی افراد نمیدیم، برای هر کدوم از شما یک راه حل وجود داره و باید مسیر خودتون رو برین تا به اون درآمد برسین. این ویژگی مهم بازارهای مالیه که هر فرد مدیر کسب و کار خودشه. تو این کسب و کار فقط خودتی و خودت. تنها کسی که باعث ضرر و باعث سود تو میشه خودتی. اینجاست که کار شما یه مقدار دشوار میشه. ما سعی میکنیم فرمول هایی رو بدیم متناسب با هر فرد که هر فرد بتونه کسب و کار خودش رو متناسب با موجودی خودش، متناسب با شخصیت خودش پیش ببره. پس با ما همراه باشین در آموزش‌های بعدی. تک تک این مسائلی که اومدم تیتروار و گفتم رو باز میکنیم و با همدیگه مرور میکنیم تا بتونیم در این شرایط سخت و دشوار مرهمی بر زخمای همدیگه باشیم، به همدیگه کمک کنیم، بتونیم اقتصاد خودمون رو زنده نگه داریم و به خودمون و خانوادهمون کمک کنیم.